سلام بریم با هم موهامو رنگ کنیم. موهامون ابروامو منظورم. من داشتم موهامو رنگ کردم ولی فکر کنم سوزوندم چون 3-0 رو زیاد گذاشتم و موهام حالت خشکی داره. از چت جی پی تی هم پرسیدم گفت کلا 3-0 اونجوری هست و الان میخوام ابروامو رنگ کنم. خیلی کلوف شده، یعنی چیز شده، یعنی این دوربین میاد هرچی سوتی من باید بدم. خیلی تیره شده، خدا ابروی من تیره است. این رنگ قرمز آتشینه، اندازه نخود میریزیم داخل این. مامونم نیست بفهمه لیوان برداشتم منو میکشه، ولی خب خونه نیستش دیگه. و اینم نصف میریزم. اینم بلوند تنباکویی روشن، خیلی خیلی روشن. کلا از کلاس 6 ابتدای عاشق رنگ کردنم. یادمه اون موقع کلاس 6 بودم، رفتم به مامانم خیلی جدی گفتم من میخوام برم موهامو بنفش کنم، چون اون موقع عاشق کیتی فری بودم و موهاش بنفش و اینا بود، مثلا سر آهنگ کالیفرنیا گر، فایرورک اینا موهاش بنفش بود. بعد من رفتم گفتم مامان میخوام موهامو بنفش کنم. مامان من اینجا این آدم نیستش که یهو نبره یا دعوا کنه و اینا. رفت برام گچ مو گرفت. من تا آخر دبیرستان با اون گچ مو خر شدم و حسابی حال میکردم باش. بعدش دیگه بالا 18 سال رنگ. البته واقعا اون سن به درد رنگ مو نمیخواد، چون کلا بچه‌ای پوستت خیلی. الان من تو این سن 24 سالگی پوستم 1000 رو واکنش میده، سرم جوش میزنه، نه اکسیدان چه برسه تو نمیدونم کلاس 6 چند سالم میشد، 12 14 سال. اینم با شوت این سایه، چون این شوت اینو پیدا نکردم. فکر کنم سر پیچم پارتی گرفتن اینقدر آهنگشون بلنده. نمیدونم برای شما میاد یا نه. نمیشد حداقل آهنگ کره‌ای میذاشتین. این خیلی یه لحظه صبر کنم با آینه من تو جدا میشه. اینجا بذاریم. خب ببینید اینم از بهتره، ولی به شلوغی اتاق من دقت نکن. اونم هدف امسالمه، فقط گربه‌شو رسیدم. یه دارم زبان کره‌ای میخونم، اونم هنوز سطحی که میخوام نرسیدم، ولی انشالله تا عید وقته و امیدوارم برسم. من جز افرادیم که کلا یه مشکلی پیش میاد، خیلی چیزایی که برشون هدف دارم و نه که یادم برم ولی سست میشم و تمرکزم رو اون مشکلی میشه به جایی که تمرکزم رو هدفم باشه. بخوام خیلی هم سن سال ما اینجوری هستن و این خیلی بده، خیلی خیلی بده و باید این موضوع رو کار کنم. حالا شاید چون یه ذره افسردگی دارم این دلیل نمیشه، ولی اینم بهونه است بنظرم. ولی خب دیگه چی میشه کرد دیگه، ما اینجوری هستیم. بریم براتون آهنگ بذارم. چی بذارم؟ کره‌ای بذارم یا انگلیسی؟ یه کره‌ای قدیمی بذارم. کره‌ای قدیمی واسه پیدا میکنم. خب به شما نده اون چی شخصی هم اینجوری فایل داره بهتون نشون میده و گفتن یه تیتر پیدا میشه
آب شرف من میره. ویدیو کره و یادش بخیر اون موقع 15 سالم بود فکر کنم کیف آفر شدم و گروه های مثل دبل اس بود، میس آ بود، وای تو زیبای آهنگ یه سریال بود خیلی قشنگ بود، حتی اسم خواننده هاشون هم یادم نمیاد چی بود. الان میخوام دنبال اون بگردم اونو براتون بزنم. چند دقیقه بمانیم. دیریم 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 دیریم. یه لحظه بس کات میکنم. ایشون هانیل وانیلی بلم کن دقیقا همین حرف بزن دامشه این اینجا اتاقش حرفش شلوغه شما دقت نکنیم باشه. vacancy the dream high بس دریم های بزن. من خواستم آهنگ تو زیبایی رو بزنم ولی اصلا پیدا نمی کنم تو این پوشه ولی تو این پوشه است 100%. یادش بخیر اون موقع انقدر توشون چیز بودم یه همین دریم های بزن. بلک پینک یعنی یا Would you like it do 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 Would you like it do 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 پیدا کردم پارکینگ ه الان ببینید انقدر کتا اینجوری فینگلیش هم نیست فین کوریاه فین کره یعنی در حد چی خاطره بخوام بریم به رنگ مو برسه صداشو کم کنم صدای من برسه چون من هنوز بلندگو امکانات یوتیوب رو ندارم. مثل آینه رو این ورتر بیارم. خب اولین بار با شوت ابرو دارم رنگ میکنم بذارم از اون چیز براش میگن چی میگن اون شونه ای که موهاتون رو رنگ میکنه خیلی بهتره. خدا کنه یه زن چیزی باشه که این رنگ مو تازه استفاده میکنم بیولو چون قیمتش مناسب تر بود. اونه که میگرفتم 200-300 تومن در ما برام تمام میشد لیدی و موام تا خوشگم میکرد. حالا اینم خوش میکنم ولی خب رنگ موه دیگه زد ترکیباتشون برزم اونقدر فرق نمیکنه غیر این که مثلا مارکا خیلی خیلی خوب بگیره اونم در سال رنگ موه ترکیباتشون یکیه و گند میذاره به موهاتون. کار من نکنی که هر موه در موهامو رنگ میکنم. میخوام سعی کنم از من موهامو نمیتونم عادت رو یهو بذارم کنار چون نمیدونم اونایی که موهاشون رو هر موه رنگ میکنم یه ذره معتادی میکنم 2 ماه یه بار 3 ماه یه بار از چون ریشم در میاد واقعا رو اعصابی یا فقط ریشه رو رنگ کنم 2 ماه یه بار 1 ماه میشه 1 ماه و نیم 2 ماه میشه ریشه رو تحمل کرد. فکرم زیاد هست حالی میخوای ماهی تو هم رنگ بذار
خب تموم شد. حالا باید ببینیم ساعت چنده. نیم ساعت بیامیم چون ابروهای من تیر است، خیلی طول میکشه. ساعت 5:30. یه نیم ساعت بمون تا 6. حالا نیم ساعت رو چی بکنیم؟ ناخنای من تا ته زده است. ببینید حالا اول باید بشورم دستم تا ته زده است و میخوام از این برچسبای چیز بزنم. مجدد از من این چیز رنگ نیست. حالا یه آهنگ دیگه بذارم براتون. چی بگذارم؟ Only You از میس آ. خب این برچسب اول باید برش بدیم. برچسب نخوب 100 سال پیش من هنوز 1404 استفاده کنم و این رو روش میدن. این هم بر 100 سال پیشه و همچنان خوش نشده. این برق ناخن عجیبه. نه این نیم ساعت و وقت رو به بتالت نگذارم. بیبی آها من حدود 3 ماه تو یوتیوب فعالیت نکردم. دانشگاه بود، درسای دیگه بود، اصلا همیشه تو هم شده. دوباره میخوام شروع کنم فعالیت کردم و هیچ ایده ای ندارم که چجوری شروع کنم. فقط یادم یه ویدیو از میاپلی اگه اشتباه نکنم دیده بودم که اون دختری که کنکورش هم تکرقه شده بود و اون چی شد که میگفت همینجوری دوربین رو بذاریم شروع کنیم بالاخره یه جا میگیره و منم بخاطر اون حرفش شروع کردم و خیلی وقت بود دوست داشتم جلوی دوربین حرف بزنم و یوتیوب یه خوبی داره مثلا فامیل و دوست و آشنا. حالا دوستای من اونجا اکثرشون پیجم مثلا این چنل یوتیوبمو دارن ولی مثلا یه سری افراد مثل اینستا مثلا شمارت رو دارن راحت پیجتو پیدا میکنن. اونجوری نیستن که مثلا پشت حرف بزنن و اینا. بعد یه دوربین نمیتونی جلوی دوربین هر چی دوست داری بگی و اینش خیلی خوبه. حالا تا او پیج بره بالا ببینید چقدر خوشگله. همه اینا خدا رو نمیزم. ببینید دید داره خیلی کوچولو حساب پلنگ صورتی اگه دید نه. بعد این را در آب میگذاریم، تو آب میبریم. ببین آها بیشتر نه خوب. و دوباره دست خود رو در آب میبریم اینجوری. اون حوله که آوردن اینجاست ببرش و با حوله روشون زنیم بچسب. خیلی چسبید اینا. خیلی خوب شد. خب چرا ناخنای من تا ته گرفتم؟ چون من خیلی سرم پوز نباشد گیتار میرم و ناخن باید تا ته بگیره یه دست. اونی که مجبوری تا ته بگیره چون عادت میگن آره یه دست باید بلند باشه ولی من اونی که بلندم هست دستم گیر میکنه بین سیما. در نتیجه بیارم نیسا گوش کنم تا ته میگیرم و واقعا هم زورم بیاد بر ناخن که تا ته گرفته شده درمو 300-400 تا پول ناخن بدم. over you. خب و میگذاریم خوش شد. خیلی خوب در بیاد.
گند زدم زیاد زدم چسبش رفت. بخوام زیاد زدم ایراد نداره، یه دونه دیگه تا حد برچسب زده. هیچ کدوم بعد اون خوشگل نیست. اینه بعد نه اینه بعد بخوام یه دور میزنیم کافی. من خیلی وقت اینا رو چیز نکردم. یه بهونه باید بیارم جلوتون دیگه. خب من خیلی لاک و اینجور چیزا هم کم میزنم. نه اینکه حالا بر تقویت ناخن و اینا زورم میاد، یعنی هر سری میزنم در حدیه که خودش باید بره. اینجوری نیستش که برم با لاک پاک کنم. بعد این سری جمعه هفته بعد من خیلی سرم اجرای گیتار دارم. میخوام یه ذره خوب وایسم. ناخونم یه تنوعی باشه. خب این خوب شد. این خوشگل ترم شد. این هرچی مصلحتی ببینید. خب یه دور زدم که ببینید داره پلنگ صورتیه. خب این ناخون یو الان یوتیوب و آهنگا دارم گوش میکنم. چیز نزنه، چی میگن، ایراد نگیره. من میدونم یوتیوب، از یوتیوب عزیز لطفاً چیز نکن، ایراد نداره. ولی فقط منی که میخوام یوتیوب بشم که حتی اصطلاحاتم بلد نیستم. رو باید بیشتر میگرفتم. این آهنگم تموم شد. برویم آهنگ بعد. با این آهنگ وای من انقدر این آهنگو دوست داشتم. یادش بخوریم نیست. چنین چکوی اینم خوب شد. یعنی فکر کنم این کندششو برچسبش بیاد. بزرگی براش. بزنم به این دست. چه فرق میکرد این دست.
این خوب نیست. نه یه کوچیک برم پیدا کنم. این خوب. No یا او میگه. سلام هانی. سلام مهانیدم. من ساعت چندیم گن ندارم برم دیشب به مام گن زدم. خب 10 دقیقه قطعا نشده. Baby. من تو گروه دختر تو کیپاپ یه دونه توایس رو خیلی دوست داشتم، هنوزم دوست دارم، ولی خب موقع مثلا بچه تر بودم خیلی بیشتر دوست داشتم. نه که حالا یکی بچه است باید حتما کیپاپر باشه، میخوام بگم اون دوران اول بود بیشتر مثلا هیجان و چیزم بیشتر. یه دونه هم میسا خیلی خوبه. الان هم بیشترین گروه فندوم اصلی BTS آرمیه. بلکپینک هم اینجوری یه وقت گوش میکنم با اون مود اون آهنگشون داره. استری کیدز دوست دارم ولی اونجا اسماشون رو نمیدونم، ولی آهنگاشون مثلا ترند میشه این استاینا میرم دانلود میکنم گوش میکنم و همین گروه هایی که هست دیگه همشون عدید از BTS هم ببینید آخه خیلی دوست دارم این آقا، اسمش هم نمیدونم تو بلک پینک، تو این آقای صورتی رنگ صورتی اسمش چی بود؟ در این دوستم به زورم شده به ناخونام بچر. خب این تماش میخواستم براتون PS گنگنام استایل رو بزنم ولی نمیزنم. تی 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 بیا دیگه. نه مهم آهنگ آروم است. My baby چسبونده.
برچسبا تموم شد، یعنی این زدم و اینو میو خاک هانی عوض نکردم داره قول میزن. اینو چیز کنم برم خاکش عوض کنم. خوب شد، نه خیلی خوب شد. حالی ببخشید، میدونم مامان بدی میشم یه وقته، اون من خیلی خوابیدم کلا. شاید یه عادت من گربه دارم، بعد گربه بر روزی یه بار حتما خودشو عوض کنه و حالین اینجوری نیست. یعنی من دیشب عوض کردم، بعد الان هم عوض کنم. عادت داره یه ذره کثیف باشه غر میزنه، اینجوری غر میزنه. میو میو بیا خاکم رو عوض کن. بیلا که صورتی همون قسمت هایی که نزدم بزنیم چه شود. یه خوش ساده میذاشتم قشنگ تر بود. بخوام دید زدم. خب این آهنگ تموم. نموه بسیم از BTS بزن. نمیدونم شما OST گوش میکنی یا نه، ولی به نظر من خیلی خوبه. تو کره‌ای بهترین نوع آهنگی که هست OST. یه رندوم هرچی اومد گوش کنی از BTS. یا هانیل ببخشید، به خدا این ناخونم الان چیزه برای من برات میومدم تمیز میکردم. میاو میاو ببخشید هانیل. یا هم ایرپلی همچین چیزی بود. هانیل من تو اتاقم اینجوری شما هم گربهتون وقتی تو اتاق نمیدونه کجای میو میو میکنه، برای من خیلی حرکت میکنه. اصلا برای من یه ذره فحل شده، ولی سر ماه میخوام ببرمش عمل کنم، چون هنوز اونجوری کاملا علائمو نداره. آره کاش قبل از که شروع میکردم میرفتم خاکشون، قبل ناخون میرفتم خاکشون. الان این خودشون میرم برش تمیز میکنم. خب تمام شد. ببین چه خوشگل شد. بریم پارتی پنج. بای بای.